جنگ ویتنام یکی از طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین نبردهای قرن 20. هزاران کیلومتر دورتر از ایران، در دل جنگل‌های جنوب شرق آسیا. اما شاه ایران در این جنگ چه می‌کرد؟ چرا از تهران تا سایگون خطوط هوایی و نفتی ایران در خدمت آمریکا قرار گرفت؟ و اصلا شاه دنبال چه بود؟ قدرت منطقه‌ای یا جلب رضایت واشنگتن؟ دهه 1960 بود، دوران جنگ سرد. دنیا بین دو قطب تقسیم شده بود، آمریکا و شوروی. محمد رضا شاه پهلوی تلاش می‌کرد ایران را به عنوان متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه تثبیت کنه. در همون زمان جنگ ویتنام شعله‌ور شد. آمریکا از شاه خواست که در این نبرد پشتیبانی کنه و طبق گزارش سفارت آمریکا در تهران، شاه فقط 12 دقیقه بعد از طرح درخواست پاسخ مثبت داد. 12 دقیقه. حرکتی برای واشنگتن نشونه وفاداری کامل بود، ولی برای تاریخ یک پرسش بزرگ به جا گذاشت. چرا ایران باید وارد جنگی میشد که هیچ ارتباط مستقیمی بهش نداشت؟ خیلی زود همکاری عملی آغاز شد. ایران تعدادی از جنگنده‌های F-5A خودشو که از آمریکا خریداری کرده بود در اختیار ویتنام جنوبی قرار داد. ریچارد هولمز، بازرس سابق سیاه، سالها بعد در گفتگو با مجله تایم گفت شاه در روزهای پایانی جنگ ویتنام بنا به درخواست آمریکا با فوریت یک اسکادران هواپیمای F-5 به سایگون فرستاد. ولی این همکاری فقط نظامی نبود. ایران تیم‌های پزشکی و جراحی هم به ویتنام جنوبی فرستاد تا زخمی‌های جنگ را مداوا کنند. اقدامی که از طرف دولت وقت ایران به عنوان کمک انسان دوستانه معرفی شد. از اون طرف ایران سوخت، بنزین و مهمات نظامی هم در اختیار آمریکا قرار داد. فرح پهلوی به نقل از محمد رضا شاه بعدها در خاطراتش نوشت در جریان جنگ ویتنام نفت و سوخت هواپیما به آمریکاییان رساندم و حتی هواپیماهای جنگی ایران رو در اختیار فرماندهی آمریکا در ویتنام قرار دادم. نقش ایران در جنگ ویتنام همکاری هوشمندانه بود یا اشتباهی استراتژیک؟ اگه ایران اون موقع این حمایت‌ها را نمی‌کرد، فکر می‌کنی آمریکا رابطه‌اش رو با شاه قطع می‌کرد؟ یا اصلا مسیر تاریخ عوض می‌شد؟ نظرت رو بنویس، چون احتمالاً دیدگاه‌های جالبی در میاد. جالبه که هنوز هم نشونه‌ای از اون همکاری باقی مونده. یکی از جنگنده‌های F-5 ایرانی که به ویتنام جنوبی داده شده بود، امروز در موزه جنگ ویتنام در شهر هوشیمین نگهداری میشه. بدنه خاک خورده اون جنگنده حالا به نمادی از حضور غیر مستقیم ایران در اون جنگ تبدیل شده. شاید بشه گفت اون هواپیما امروز بیشتر از هر سند مکتوبی از رابطه نزدیک ایران و آمریکا در اون دوران حرف میزنه. در خاطرات فرح پهلوی نقل قولی از گفتگوی شاه با راکفلر معاون رئیس جمهور آمریکا ثبت شده. شاه در حضور من به راکفلر گفت بعد از پایان جنگ ویتنام
برای اینکه ده‌ها هزار نظامی آمریکایی بیکار نمانند، من حاضرم 60,000 نفر از آنها رو در نیروی هوایی و ارتش ایران استخدام کنم. و بعد اضافه میکنه که شاه گفته بود چطور آمریکا حاضر نیست خدمتگزار صدیق خودش رو در کشورش بپذیره؟ جمله ای که بعدها در کتاب‌های تاریخی تکرار شد، نه به عنوان قضاوت بلکه به عنوان سندی از روابط نزدیک دو کشور در اوج جنگ سرد. ولی دنیا چطور به این همکاری نگاه می‌کرد؟ شوروی و چین که از ویتنام شمالی حمایت می‌کردند، ایران و همپیمان مستقیم واشنگتن می‌دونستند. کشورهای عربی نزدیک به بلوک شرق مثل مصر و سوریه از این سیاست ایران خشمگین بودند. ولی از اون طرف اسرائیل و متحدان آمریکا از این رابطه استقبال کردند، چون شاه با منابع نفتی و کمک‌های منطقه‌ای خودش بخشی از هزینه‌های آمریکا رو در جنوب شرق آسیا پوشش میداد. در داخل ایران اما صداها متفاوت بود. خیلی از مردم و روشنفکران هم صدا با جنبش‌های ضد جنگ در آمریکا این اقدام را نشانه وابستگی بیش از حد ایران به غرب می‌دونستند. مطبوعات اون دوران هم با لحن محتاط از حضور غیر مستقیم ایران در ویتنام انتقاد می‌کردند. ایران هیچ نیروی رزمی به ویتنام نفرستاد، اما در سطح سیاسی، اقتصادی و نظامی از متحدان مهم آمریکا در اون جنگ بود. از ارسال هواپیما و سوخت گرفته تا پیشنهاد جذب سربازان آمریکایی در ارتش ایران. این فقط بخشی از همکاری‌های نظامی ایران در دوران پهلوی بود. اگه مایل باشین در ویدیوهای بعدی میریم سراغ نبرد ظفار در عمان و همچنین مأموریت ایران در آفریقا در چارچوب نیروهای سازمان ملل در بحران کنگو. دو ماجرایی که هر کدام فصل جداگانه‌ای از تاریخ حضور نظامی ایران در قرن 20 هستند.